پترول پمپ به نام تانگتل اماراتی نمبر 43 امروز بعد از 6 ماه به شکل رسمی به بهره برداری سپرده شد. یک فضای خیلی آرام، یکی چند میلیون افغانی در اینجا سرمایه گذاری شده، توسط کی شده، برای چند نفر زمینه کار فراهم شده. زمانی که شما اگر از اینجا تیل و موتر میندازین شاید استارت شوین، چند عکس هم بگیرین، یک فضای خیلی آرام بخش. این پلان هایی است که در سال آینده ما تصمیم داریم که در ولایت بلخ تطبیق کنیم و همچنین ولایت های همجوار. خوشبختانه با یکی از مسئولینی که در همینجا سرمایه گذاری کردن همراهشان چند لحظه صحبت میکنم. مسجد شریف پانچون بعضی سهولت‌های دیگه برای تفریح آمدن بعضی از دوستا و مثلا بعضی آیس کریم و شیریخ برشان در نظر گرفتیم که میتونن به شکل تفریح از اینجا استفاده کنیم. بینیده عزیز، با چند هموطن ما در همینجا هستیم که همینجا هم کار میکنن، با یکشان یک چند لحظه صحبت میکنیم. مثال در ایران کار میکنیم یا 200 یا 500 یا 1000 روپیه، از او که در کشور خود در 100 روپیه راضی هستیم. شب گرفته شد، واقعا یک نمای خیلی دلکش، خصوصا فواره آب خیلی خوشم آمد. الحمدلله آمدیم مال امارت اسلامی است، آمدیم در امنیت است در کشور خود و شکر میکشیم که می در زمینه کار خود برابر شده. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مظهر مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب همه بخیر. ما شب میگن چون گزارش از طرف شب ما میگیریم. در نزدیکی چوک برکت هستیم. یک چی بگم پترول پمپ به نام تانگتل اماراتی نمبر 43 امروز بعد از 6 ماه به شکل رسمی به بهره برداری سپرده شد. مقامات معاون مقام ولایت، قماندان امنیه ولایت بلخ، مقاماتی که از مرکز تشریف آورده بودن امروز آمدن اینجا و به گونه رسمی افتتاح کردن و اکثریت هموطنان عزیز ما هم شب در اینجا جمع شده بودن، هم به خاطر صرف طعام و مشاعره هم بودن. یک فضای خیلی آرام، یکی چند میلیون افغانی در اینجا سرمایه گذاری شده، توسط کی شده، برای چند نفر زمینه کار فراهم شده. این در بالای برنامه از مسئولین پرسان میکنه و یک فضای خیلی آرام بخش و طبیعی و طرف آب است که فواره آب بگویم بالا میره. زمانی که شما اگر از اینجا تیل و موتر میندازین شاید استارت شوین، چند عکس هم بگیرین، یک فضای خیلی آرام بخش است. تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. ما از مسئولین قرار سوالات متفاوت داشته باشیم و شما را از این پیشرفت هم آگاه میسازیم. با ما باشید. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وحجة الله على الخلق أجمعين إمام نبي الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضار گرامی، جناب معاون صاحب مقام ولایت بلخ، جناب قماندان صاحب امنیه ولایت بلخ، جناب رئیس صاحب مالی و اداری ریاست نفت و گاز افغانستان، رئیس صاحب تکنیکی عملیاتی شرکت اماراتی نفت و گاز افغانستان، رئیس صاحب نفت و گاز بندر حیرتان، سایر رؤسا و مسئولین مقام ولایت
جناب حاجی صاحب حیات الله سرمایه گذاری پروژه مذکور و حضار گرام در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از تمام حضار گرامی، مسئولین مقام ولایت، سایر مهمانای حاضر در مجلس تشکری خاص میکنیم. ما وقتی دوستان از زیاد نمیگیرم، چند نکات مهم و عمده راجع به فعالیت‌های شرکت اماراتی نفت و گاز افغانستان و همچنین پلان‌هایی که شرکت اماراتی نفت و گاز افغانستان در آینده قریب دارد به طور مختصر و موجز حضور شما ایراد سخن می‌نمایم. حضار گرامی، لازم به ذکر نیست، تمام علما در اینجا حضور دارند. یک نکته را اشاره میکنم. امام ماوردی از علمایی هست که اولین کسی هست در فقه سیاسی کتاب می نویسه به نام الاحکام السلطانیه. امام ماوردی و همچنان شاه والله دهلوی در کتاب حجت الله البالغه مقاصد الشریعه ذکر میکنه. به طور مختصر اگر موجز مطالب زیاد ذکر جمع کنی راجع به مهمت الانسان، راجع به فلسفه خلقت انسان، جناب ماوردی می فرماید خلقت انسان عمدتاً در سه چیز، یا فلسفه خلقت انسان یا مهمت انسان در سه چیز خلاصه می شود. اول عبادت، یعنی الله متعال انسان پیدا کرده برای عبادت. به همین اساس می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علما در اینجا حضور دارن، ما موصول است اما تقاضاش حصر است که خداوند می فرماید ما انسان و جن را فقط و فقط برای عبادت پیدا کردیم. و دوم امام ماوردی می فرماید فلسفه خلقت انسان خلافت، عدل و تحکیم شریعت در روی زمین هستند. به همین اساس است زمانی که الله متعال تصمیم میگیره که آدم علیه السلام بیافرینه، مشوره میگیره، میگه برای ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما برای زیکی یک فرد در زمین باشه و اموری خداوندی یا ربانی را در زمین تطبیق کنه، یک مخلوق میآفرینه. و همچنین امام ماوردی در بخش سوم میفرماید که هدف سوم خلقت انسان عمران زمین است، عمارت زمین هست، عمارت ارض الله است. به همین اساس به همین آیت استدلال میکنه هو انشأکم فی الارض واستعمرکم فیها. صاحب تفسیر ظلال القرآن در اینجا اشاره میکنه، در اینجا تفسیر آیت به این شکل است که خداوند هدفش است که در زمین کسی را می آفرینم که او شریعت مرا تطبیق کنه و همچنین زمین آباد کنه. یعنی یکی از مسئولیت ها و فلسفه تخلیق انسان آبادی زمین هست. بر همین اساس بزرگوارای گرامی، مسئولین مقام ولایت، ما شرکت نفت و گاز افغانستان در سال 1403 در حدود 316 میلیون افغانی در بخش تانگه‌های تیل، مارکت‌های تجارتی سرمایه گذاری کردیم در مختلف ولایات افغانستان. بیشتر تمرکز میکنم روی ولایت بلخ. ما در سال 1403 یعنی سال گذشته 3 پروژه در ولایت بلخ ما تطبیق کردیم که یکیش همین پروژه است که شما شاهد حال هستین و یک پروژه دیگر ما در 4 سرکه بلخ روان هست و یک پروژه LPG داشتیم. و همچنان ما در ولایت همجوار ولایت بلخ مانند جوزجان، در ولایت جوزجان یک مارکت و همچنین یک تانک تیل به ارزش 50 میلیون افغانی در حالت تطبیق هست. در ولایت فاریاب در میمنه یک پروژه به ارزش 20 میلیون افغانی در حالت تطبیق هست. مسئولین گرامی، یعنی شرکت نفت و گاز افغانستان همواره تاکید داشته تا اینکه پروژه های عمرانی و فعالیت های مرتبط به فعالیت های تجارتی خیش را در سطح کشور تطبیق کنند. و همچنین بزرگوارای گرامی، ما در سال 1404
تقریبا به ارزش 406 میلیون افغانی پلان کردیم، پلان سرمایه گذاری که در تمام افغانستان این پروژه ها تطبیق می شوند. در تمام ولایت های افغانستان، یا در بخش تانگه های تیل، یا در بخش توزیع مواد نفتی، یا در بخش مارکت های تجارتی، در پلان 404 خود ما درج کردیم که خوشبختانه در سال 1404 ما چندین پلان در ولایت بلخ داریم. یک تانگ تیل در چوک امارت ما پلان کردیم، یک مارکت نزدیکی به می چوک امارت ما پلان کردیم. این پلان هایی است که در سال آینده ما تصمیم داریم که در ولایت بلخ تطبیق کنیم و همچنین ولایت های همجوار. این فعالیت های عمرانی هست بزرگوارای گرامی که ما تصمیم داریم در سال آینده در سطح ولایت بلخ و سایر ولایت ها تطبیق کنیم. بزرگوارای گرامی، ما در پهلوی یعنی امرانات، فعالسازی تانگه های تیل، سرمایه گذاری در بخش تانگه های تیل و مارکت ها، همچنین یک شرکت هستیم که به تمام ادارات دولتی و تمام ادارات خصوصی، شرکت های خصوصی و اشخاص و افراد عام گاز مایی و تیل توزیع میکنیم. بزرگوارای گرامی، در سال 1403 ما به ارزش 56 میلیون لیتر تیل، 55 میلیون لیتر تیل ما تیل به ادارات اماراتی و شرکت ها و همچنین اشخاص توزیع کردیم و به مقداری 24 میلیون لیتر تیل پترول توزیع کردیم. ببخشید که 55 میلیون لیتر تیل دیزل هست و 54 میلیون لیتر تیل دیزل به ادارات اماراتی، شرکت ها و اشخاص توزیع کردیم و به ارزش 27 میلیون کیلو گاز به ادارات اماراتی، شرکت ها و اشخاص توزیع کردیم و این فعالیت هایی هست که در سال 1403 ما انجام دادیم و همچنین ما در سالی که جریان داره 1404 پلان های متفاوت داریم و همچنین بعضی دوستا شاید خبر داشته باشند قراردادهای وزارت داخله، قرارداد وزارت دفاع، قرارداد استخبارات، قرارداد شاروالی ها، شاروالی مرکز و فواید عامه، سایر ادارات اماراتی و اشخاص با ما هستند. این قبلا یعنی هیچ کس تصورش نمی‌کرد که یک شرکت اماراتی بیاید قرارداد وزارت داخله را بگیره یا یک شرکت اماراتی بیاید قرارداد تیل وزارت دفاع را بگیره یا استخبارات یا شاروالی ها یا فواید عامه. اما لله الحمد امروز ما یک شرکت تجارتی اماراتی قوی هستیم که تمامی قراردادهای ادارات دولتی نسبتاً با ما هستند. یعنی اگر کلا گفتن نتونیم اکثر قراردادها شکر الحمدلله با ما هستند و این توانایی ها را ما برای مقامات بزرگ امارت اسلامی، ادارات اماراتی ما ثابت کردیم که این توانایی را داریم و این را هم تاکید میکنیم که مسئولین بزرگوار در سطح ولایت بلخ ما این توانایی را داریم. ما این توانایی را داریم که تیل با کیفیت و با نرخ مناسب برای تمام اداراتی که در سطح کشور هستند بالخصوص ولایت بلخ عرضه کنیم. بزرگوارا، ما از درک این فعالیت های تجارتی خیش در حدود تقریبا 9 میلیارد افغانی عواید سال 1403 ما بودگیسته. یک عوایدی هست که اگر زمان ما را مقایسه کنیم با سالهای ماضی و سالهای گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و این را ما افتخار خود میدانیم و این را کمک مسئولین ولایت ها، مسئولین امارت اسلامی و دوستای ما، همکارای ما و شرکای خود میدانیم که همراه ما همکاری مناسب کردن در تمام سطوح که ما در امروز توانایی از این داریم که برای بیت المال و برای امارت اسلامی در حدود 9 میلیارد افغانی چی کنیم تقدیم کنیم و ما به این افتخار میکنیم و ما به این شکر الله پاک یاد میکنیم و از الله پاک توانایی مزید و بیشتر میخواهیم. بزرگوارای گرامی، شرکت نفت و گاز افغانستان چنانچه قبلا هم اشاره کردم یک شرکت تجارتی اماراتی هستند. بر اساس پالیسی های مدون خویش، بر اساس فعالیت هایی که از طرف سطح رهبری امارت اسلامی افغانستان یا از طرف شیخ صاحب امیرالمومنین برای ما تعیین شده،
ما کوشش میکنیم که تیل با کیفیت به تمامی ادارات اماراتی و غیر اماراتی توزیع کنیم. اما یک خواهش ما از مسئولین درجه یک یا مسئولین مقام ولایت بلخی هست که در بخش توزیع تیل و در بخش کنترل کیفیت و در بخش سایر قراردادهای تیل همراه ما همکاری کنند و ما ایره برایشان اطمینان میدهیم ان شاء الله العظیم که این توانایی را ما داریم. مسئولین بزرگوار، ما این فعالیت‌های ما در تمام کشور هست. یعنی چندین پروژه ما در ولایت هرات افتتاح شده. به همین منوال ما از هر پروژه‌ای که افتتاح میکنیم برای زوم مستندسازی میکنیم. دوستای ما یک کلیپ تصویری از فعالیت‌های ما در ولایت بلخ، در ولایت هرات آماده کردن. دوستای بزرگوار، مسئولین محترم، اگر یک توجهی بفرمایند به می ویدیو، بعدا هم ان شاء الله العظیم دوستای مطبوعات ما آمدن که فعالیت‌هایی که ما در سطح ولایت بلخ کردیم در بندری حیرتان هسته، در اینجا هسته و ان شاء الله العظیم را بعدا چی میکنن؟ فیلم برداری میکنن، مستند میسازن. ما ان شاء الله العظیم 20 روز بعد یک پروژه دیگری ما در چهارسرکه بلخ افتتاح می شود. ان شاء الله که در اونجا هم مستنداتی که راجع به فعالیت‌های ولایت بلخ آماده شدگی است از طرف مسئولین ما او را براتون تقدیم میکنیم. اکنون ازتان میخواهیم که امی فعالیت‌هایی که دوستای ما آماده کردن برای حصول اطمینان شما یک بار توجه کنین. اقول قولی هذا استغفر الله انه هو الغفور الرحیم. بیننده عزیز، قسمی که در لابلای برنامه برایتون اشاره کردیم خوشبختانه با یکی از مسئولینی که در همینجا سرمایه گذاری کردن همراهشان چند نظر صحبت میکنیم و تمام جزئیات از اونها هم بشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ سلامت. سلامت، زنده باشین. نامتان؟ نام عبدالوارث امیری. اینجا فکر میکنم که تازه سرمایه گذاری کردیم. بله، با مدت 6 ماه میشه که در جریان سرمایه گذاری بودیم. شروع 6 ماه که امروز ما شما شاهد مراسم افتتاحی آن بودیم. امروز بخیر و بخبرداری استفاده شد. چند ماه در بر گرفت؟ تقریبا مدت 6 ماه. 6 ماه بیشتر هم اشاره کردید. خانه چقدر سرمایه گذاری کردید؟ به مقدار 25 میلیون افغانی سرمایه گذاری شد. 25 میلیون افغانی. چی سهولت ها موجود است در این که میشه اگر اشاره بکنید؟ سهولت هایی که در این پمپ استیشن در نظر گرفته شده، فضای بسیار مناسب، تیل بسیار با کیفیت از قبیل دیزل و پترول و سوپر، همچنان خدمات بسیار ساده موتورشویی که تا جایی که میتونه شهر مزار شریف ما خدمات بسیار ساده موتورشویی نداریم، سوپرمارکت بسیار ساده، مبلین تبدیلی، مسجد شریف، همچنان بعضی سهولت های دیگه برای تفریح آمدن بعضی از دوستا و مثلا بعضی آیسکریم و شیریخ برشان در نظر گرفتیم که میتونن به شکل تفریح از اینجا استفاده کنند. برای چند نفر زمینه کار فراهم ساخت؟ به مقدار 20 نفر به طور مستقیم زمینه کار برشان مساعد شده و بیشتر از 50 نفر به طور غیر مستقیم برشان زمینه کار مساعد شده. شما خب می‌فهمید که هموطنان از ما بیشتر دستشویی تیل با کیفیت هستند. تیل شما کجا پروسس میشه و معمولا از کجا وارد میکنین؟ تیل ما بیشتر از سمت ازبکستان وارد میشه و ان شاء الله به تمام هموطنان ما اطمینان میدهیم که ان شاء الله بهترین و با کیفیت ترین تیل رو ان شاء الله در سطح افغانستان و در سطح مزار شریف ان شاء الله برایشان ارائه خواهیم کرد. منیس یک تجار نه، منیس یک افغان، چقدر خوش هستین که در همچین یک امنیت کامل شما اینقدر سرمایه گذاری کردین؟ بسیار خوش هستیم. اگر یادآوری کنم قبلا بر ما چنین زمینا مساعد نبود که ما سرمایه گذاری کنیم و از سرمایه و پول خود احساس امنیت داشته باشیم، اما فعلا الحمدلله از سرمایه گذاری و از پول خود احساس امنیت میکنیم و بسیار خوش هستیم و همچنان با تاجران دیگر و دیگر سرمایه‌داران کشور ازشان خواهان هستیم که با جای اینکه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری بیان در وطن خود سرمایه گذاری کنند و همیشه شعار ما است که من میگم که بیاین افغانستان وارداتی را به افغانستان صادراتی تبدیل کنیم. منیس یک خبرنگار نه، منیس یک شهروند، به شما افتخار میکنم که قد علم کردین و در همچین شرایط در افغانستان سرمایه گذاری سلامت افتخار ما. بسیار تشکر. خانه باد ممنون. سلامت باشین. بخیر باشین.
بیننده عزیز، با چند هموطن ما در همین جا هستیم که همین جا هم کار میکنن. با یکشون یک چند لحظه صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ قطعی صحبت بکنم؟ خب نامتان؟ محمد عارف جان، از مزار شریف هستین؟ بله از مزار شریف هستم. فکر میکنم اینجا کار میکنی؟ بله تازه اینجا مقرر شدم. چند روز میشه؟ امروز اولش است یا تو؟ نه روز اولش شده. بله روز اول. پیش از کجا کار میکنی؟ پیش از ایران رفته بودم، مسافری کرده بودم. بعد از او چه وقت ایران بودی؟ ایران 2.5 سال بودم. شاید قاچاقی رفتم. بله قاچاقی رفتم، بسیار راه خراب بود، بسیار مشکلات زیاد بود و کارش هم بسیار آدم میزنه ایران بسیار موفق بگیره، بسیار زجر میته. شکر الحمدلله آمدیم مال امارات اسلامی است، آمدیم در امنیت است در کشور خود و شکر میکشیم که می در زمینه کار خود برابر شده و یک لقمه نان حلال مثال پیدا میکنیم. شکر میکشیم الحمدلله. در خانه تنها خودت کار میکنی دیگه بیادرم کار میکنی؟ نه است، یک دو بیادر دیگه هم هست. خودت هم مسئولیت داره که بله من خودم مسئولیت کار دارم. بله عروسی خو نکرده؟ نه عروسی نکردم. هر جوان باید هر جوان از خود یک ارمان و آرزو داره که در زندگی خود پیشرفت کنه. در نه در بیادر سعی کنه نه در پدر سعی کنه، باید خودش کوشش کنه. حداقل که مفخور نباشه. پیش از اینکه خارج بره ترکیه بره، از اینکه خوب است که ما مثال در ایران کار میکنیم یا 200 یا 500 یا 1000 روپیه، از او که در کشور خود در 100 روپیه راضی هستیم، چرا کشور خودی ما صبح میریم مادرجان و پدرجان خود میبینیم. شکر الحمدلله امنیت است، فامیل دوستا را میبینیم. شکر الحمدلله چکر میریم. شکر بسیار خوش هستیم. خاناباد بررسیتون تبریک میگم که اینجا زمینه کار باشین. سلامت باشین. خاناباد تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز، از حوصله‌مندی همتون یک تشکری ویژه میکنم که گزارش امشب ما را تماشا کردید، چون گزارش از طرف شب گرفته شد. واقعا یک نمای خیلی دلکش، خصوصا فواره آب خیلی خوشم آمد. مطمئن هستم شما اگر بخیر به مزار شریف آمدین و به موتورهای لند کروزرتون اگر تیل مینداختین، باز اینجا استفاده میکنین و چند قطعه عکس میگیرین، سلفی میگیرین. جای خوبی است، هر چی آدم تعریف بکنه هم کم است. اما باید بریم خانه، ناوقت شده. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتون.